بسم الله الرحمن الرحیم. فیس 112 نفر شاگردان لیسه حضرت قیس بن سعد، ابتدایی حضرت قیس بن سعد و لیسه البنات مومنات که مبلغ 66,750 کلدار می شود در برج عمل سال 1400 هجری شمسی از طرف مؤسسه خدمات اجتماعی مربوط صافی صاحب برای ما رسید. از برادران و خواهرانی که در این راستا با ما کمک کردند جهان سپاس نموده و ایشان به این کمک خیش 112 نفر از شاگردان این لیسه را که از درس محروم مانده بودند شامل درس نمودند. از اینها جهان سپاس می نماییم. السلام علیکم و